سلام بیننده گرامی، آغاز باز یک هفته نو را برایتان شاد باش میگویم. نوید بامدادی است تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز دوشنبه 29 ایون است و ساعت به وقت شهر پراگا 7 صبح. رو می‌آوریم به خبرها. سفیر تاجیکستان در مسکو بعد از انجام 2 پرواز غیر نقشه‌ای از مسکو و قزان به شهر دوشنبه نرخ رسمی بلیط‌ها را برای پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان اعلام کرد. امام‌الدین ستاره 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که فعلا قیمت بلیط‌ها از 23 تا 24 هزار روبل روسیه است و در مقایسه با نرخ پیشینه پروازها چندان گران نیست. این در حالی است که برخی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی قیمت بلیط را از 24 هزار روبل گرانتر گفتند. من چنین آوازها را خواندم که گویا نرخ بلیط بازگشت به تاجیکستان این شب و روز 40-50 هزار روبل است. در اصل این طور نیست، 23-24 هزار روبل است، شرح داد سفیر. و این زمان گفت هواپیماها از تاجیکستان شهروندان روسیه را میبرند و شمار آنها چندان زیاد نیست و البته به نرخ چیپته نیز تاثیر میرساند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در همین حال اعلان کرد که تا 14 ایول با 8 پرواز غیر نقشه‌ای از مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ و نوسیبیرسک و قزان 10 نفر را به وطن برمیگرداند. مقامات میگویند هنگام بازگردانیدن بیشتر به بیماران و زنان و کودکان، پیران، دانشجویان و شخصانی که به سفر خدمتی به روسیه رفته بودند برتری داده می شود. هنوز زمانی از سرگیری پرواز دائمی دقیق نیست. تاجیکستان از 1 ایول برای پروازهای بین‌المللی به ازبکستان و امارات متحده عرب اجازه داده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید فعلا مسئله برقرار نمودن پروازهای دائمی بر روسیه و ترکیه و چین و برعکس موردی بررسی قرار دارد. بینندگان عزیز، در صورت برقرار شدن پروازهای معمولی میان تاجیکستان و کشورهای که در بالا ذکر کردیم شما را در جریان خواهیم گذاشت. با رویخط روزهای پروازهای چارتری به شهرهای روسیه در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید آشنا شوید. رو می‌آوریم به خبر دیگر. شماره گرفتاران بیماری کووید 19 در جهان روز 28 ایون از مرز 10 میلیون نفر گذشت. تقریباً نیم میلیون کس جان باخته، زیاده از 5 میلیون نفر شفا یافتند. تعداد بیشتری گرفتاران را در امریکا و برزیلیا و روسیه ثبت کردند. بعضی از ایالت‌های امریکا افزایش موردهای ویروس کرونا را به زودتر گشوده شدن میکده‌ها و طربخانه‌ها نسبت می‌دهند. تعدادی از ایالت‌ها در جنوب و غرب امریکا در حالی که برای بازگشایی اقتصادشان تلاش می‌کنند می‌خواهند راه‌های را نیز برای پیشگیری از افزایش کرونا ویروس نو جستجو کنند. مقام‌های تندرستی عامه در امریکا روز 27 ایون خبر دادند که ایالت فلوریدا در یک روز تقریباً 10,000 مورد نوی کرونا ویروس را ثبت کرده است. به قول آنها بسیاری از موردهای نوی گرفتاری با کرونا ویروس در میان جوانان است. والی ایالت فلوریدا اعتراف کرد که بعد از بازگشایی ساحل‌ها و میکده‌ها شاهدی گرفتار شوی زیادی مردم با کرونا ویروس شدند. با گفته وی اقدام بازگشایی به آن سبب است که اساساً جوانان دستور را برای پوشیدن نقاب طبی و فاصله جسمانی نادیده میگیرند. معلومات نشان میدهد که به حساب میانه بیشتری کسانی که با کرونا ویروس مبتلا شدند از 33 تا 65 سالند. در تاجیکستان بنابر آمار رسمی تا 28 ایون 5849 کس به این بیماری مبتلا شده، 52 کس فوتیدند و بیش از 4448 نفر شفا یافتند. در فهرست آلترناتیوی قربانیان احتمالی کووید 19 و التهاب شش تا 14 ایون نام 437 نفر را نوشتند. از آن زمان تا کنون به فهرست هیچ نام نو وارد نشده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داد که بیش از 270 نفر با گمان گرفتاری به بیماری همگیر زیر نظارت پزشکان الان هستند. وزارت در برابر آن کم شدن بیماران از مردم خواست که قاعده های بهداشتی شخصی را قطعاً رعایت کنند تا بیمار نشوند. در روسیه از مهاجرانی که پتنت اجازه موقت زیست RVP و یا VNG گرفتنی هستند من بعد معلومات نامه درباره بیماری کووید 19 طلب میکنند.
در سامانه مرکزی مهاجرت شهر مسکو گفته می شود مهاجرانی که بعد از سنه 27 ایون پتنت می گیرند باید هنگام سپردن حجت‌های طبی معلوماتنامه درباره بیماری کووید 19 نیز داشته باشند. گفته می شود که همه معلوماتنامه‌هایی که تا 26 ایون هم در رابطه با بیماری کووید 19 داده شدند پذیرفته می شوند. بنابر فرمان وزارت تندرستی روسیه کووید 19 با فهرست بیماری‌های سرایت شونده که برای اطرافیان خطر دارد وارد کرده شده است. در صورت مثبت برآمدن نتیجه‌های تشخیص یعنی با کووید 19 سرایت یافتن شخص، مقامات در روسیه آن را اساس نموده می توانند پتنت و یا اجازه برای کار را بیکار نمایند، سند موقت و دائمی زیست ندهند. تا به حال نرخ تهیه پتنت برای مهاجران کاری در مرکزی مهاجرت ساخاروای پایتخت روسیه 12750 روبل ارزش داشت. با همراه شدن تشخیص کووید 19 با فهرستی سندهای ضروری برای گرفتن پتنت معلوم نیست خراجات مهاجران باز چقدر می افزاید. مهاجران تاجیک هرچند بدون ویزا حق دارند به روسیه روند، اما چون تاجیکستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی است برای فعالیت در روسیه آنها باید پتنت بگیرند و هر ماه اندازه آن را پردازند. اندازه هر ماهی پتنت در مسکو هر ماه 5350 روبل روسی مقرر شده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید هیچ کس به او درباره جایزه های خدمات اکتشافی روسیه به گروه های جنگجوی مربوط به طالبان اطلاع نداده است. روز 28 ایون ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که کسی به او، نایب پرزیدنت مایک پنس و یا رئیس دستگاه پرزیدنت مارک میدوس در این باره اطلاع نداده است. روز 26 ایون نشریه نیویورک تایمز نوشت که چند ماه پیش منصبداران اکتشافی خدمات اکتشافی آمریکا به خلاصه رسیدند که خدمات اکتشافی روسیه معروف به گرو در افغانستان به گروه‌های مربوط به طالبان برای راه اندازی حمله ها به نظامیان ایالات متحده آمریکا جایزه می‌دهند. روزنامه با اشاره به منبع‌های برایش قابل اعتماد در خدمات اکتشافی آمریکا اصرار می‌ورزد که منصبداران آمریکایی قصر سفید را از این وضعیت آگاه کردند. طالبان و مسکو این عیبنامه را رد کردند. سابق نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن که با احتمال زیاد در انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر به حیث نامزد کرسی ریاست جمهوری از حزب دموکرات نمایندگی خواهد کرد، بالای ترامپ حمله نموده او را برای ناکامی در عکس العمل به این اقدام متهم کرده و وعده داد که در صورت انتخاب شدنش این مسئله را با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مطرح میکند و روسیه حتما برای این عمل نرخ گران پرداخت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که پوشیدن نقاب در جمع‌آمدهای داخلی بیناها را اجباری می‌کند. 27 ایون در ایران تنها در یک روز 144 نفر از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. این بلندترین رقم در 3 ماه اخیر است. در پی این حادثه روز یکشنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت به ولایت‌هایی که حادثه‌های سرایت کووید 19 زیاد است اجازه داده می‌شود محدودیت‌های مربوط به سرایت کرونا ویروس را برقرار کنند. روحانی افزود پوشیدن نقاب تا 22 ایول پابرجا خواهد بود. در ماه مارس همزمان با سرایت کرونا ویروس ایران فعالیت بعضی کارخانه‌ها را تعطیل و مکتب‌ها را نیز متوقف نموده جمع‌آمدهای مردمی را منع کرد. بعداً در ماه اپریل رفع تدریجی محدودیت‌ها آغاز یافت. ایران کوشش دارد اقتصادش را که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد در شکل کامل به حرکت درآورد. در ازبکستان داوطلبانی که حرارت بدنشان از 37 درجه بالاست به امتحان‌های داخلشوی به دانشگاه‌ها راه داده نمی‌شوند. در این باره آژانس اطلاعات و ارتباطات نزد پرزیدنت ازبکستان خبر داد. همزمان داوطلبانی که حرارت غیر مقرری ندارند از سنجش طبی گذشته تنها در روز چهارم به امتحان‌ها راه داده می‌شوند. در ازبکستان امتحان‌های داخلشوی به مکتب‌های عالی به دلیل کرونا ویروس در 2 و یا 3 بست برگزار می‌شوند. همچنین در داخل تالارهای امتحان برای هر کدام داوطلب نه کمتر از 3 متر مربع جدا می‌شود. دفتر مطبوعات حکومت ولایت ختلان میگوید که ساختمان خانه‌هایی که برای آسیب دیدگان دهه چهارباغ شروع شده بود علاقه بمب‌پوشی آنها آغاز شده است. دیوار
56 منزل ساخته شده پورا برداشته شده است و در 26 خانه برداشتن بام و بالاپوش آغاز گردیده است. و رو می‌آوریم به خبر دیگر. بیننده ارجمند، امانالله قادروف هنرپیشه مردمی تاجیکستان صبح 28 ایون در 75 سالگی درگذشت. وی ختم کرده دانشگاه دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو بوده. زیاده از 30 سال در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوی شهر دوشنبه کار کرده است. امانالله قادروف در نمایشنامه‌های تئاتری دون ژوان، عمر جاوید، یک پوله سودا، 100 پوله غوغا، خواب خرس سفید و غیره نقش‌های نمایان آفریده است. در کتابی اربابان فرهنگ تاجیک نوشته‌اند او در حجو داد هنر را می‌دهد. نورالله عبداللهیف هنرمند شناخته تاجیک 28 ایون در شبکه اجتماعی فیسبوک در صحیفه خود نوشت: امانالله قادروف هیچگاه در یگان وظیفه مأموری کار نکردند، ولی محوری بودند که در اطرافشان حیات تئاتری کشور دور میزد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بیننده ارجمند، در پایان این نشر برنامه همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز معین کرده است. بنابر قرب رسمی برای امروز $1 آمریکایی 10 سومانی و 30 درم، 1 یورو 11 سومانی و 56 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 148 سومانی تعیین گردیده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان نوید بامدادی. خبرهای نو و جالب ما دوام روز پیشکش شما میشوند. ما را همراهی کنید.